اندر خواب دیدن ضحاک فریدون را. اینک بنگر که چون از روزگار ضحاک 40 سال باقی مانده بود، یزدان چه بر سرش آورد. شبی در ایوان شاهی با ارنواز خفته بود. در خواب دید که ناگهان 3 مرد جنگی بلند بالا با چهره کیان پدیدار گشتند که یکی کوچکتر و آن 2 بزرگتر بودند و در دست گرز گاوسار داشتند. پس به شتاب به جنگ او رفتند و با آن گرز بر سر ضحاک کوبیدند. آن یک که کهتر بود ضحاک را بند کرد و 2 دستش ببست و بر گردنش پالهنگ یا کمند و ریسمانی که مجرمان را بدان می‌بندند نهاد و بدین خواری و زاری او را کشان کشان و خاک آلوده به کوه دماوند بردند و مردم نیز از پی ایشان روان بودند. ناگهان ضحاک بیدادگر بانگی بزد و هراسان از خواب جست و از آن فریاد گویی لرزه بر آن کاخ 100 ستون افتاد و ارنواز از جای بجست و به ضحاک گفت: ای شاه 7 کشور که گیتی سراسر گوش به فرمان توست و دیوان و ددان و مردمان تو را نگاهبانند، بازگوی که در خواب چه دیدی که بدان سان هراسان گشتی؟ ضحاک گفت: این خواب را باید نهان دارم که اگر بشنوید از جانم ناامید گردید. لیک ارنواز او را گفت: این راز را باید بر ما بگشایی تا مگر چاره‌ای اندیشیم. پس ضحاک خواب را برای او باز گفت. ارنواز به ضحاک گفت: تو شاهی هستی که گیتی به زیر انگشتری توست و همه از دد و دام و دیو و مرغ و پری و مردمان تو را سربه فرمانند. پس از هر کشوری موبدان و اخترشناسان و دانایان را گرد کن و چاره کار خود از ایشان بخواه تا دریابی که مرگ تو بر دست که خواهد بود، آیا از مردمان است یا از دیو و پری، و چون دریافتی آنگاه با او بستیز. ضحاک را این سخنان خوش آمد و گیتی پیش چشمش روشن گشت. پس موبدان را از جای جای کشور فرا خواند و آن خواب خود را برای ایشان بگفت و از ایشان خواست تا بگویند پادشاهی او چه زمان به سر می آید و این تاج و تخت کرا خواهد شدن. موبدان را گرچه سخنهای بسیار بود، لیکن از بیم جان یارای سخن گفتن نبود. 3 روز موبدان با خود می اندیشیدند که اگر ضحاک از سخن ایشان خشمگین گردد باید دست از جان خود بشویند. اما سرانجام به 4م روز شاه برآشفته گشت و بدیشان گفت: اینک زمان آن رسیده که سخن راست را بگویید. لیکن همه موبدان سرها را به زیر انداخته و سخن نمی گفتند تا اینکه سرانجام یکی از میان ایشان که بسیار خردمند بود بی باک گشته زبان بگشود و گفت: کندآوری و خیره سری از سر بیرون ساز و بدان که سرانجام هر کسی مرگ است و پیش از تو شاهان بسیاری بودند که چون روز فرجامشان سر رسید بمردند. پس آگاه باش که تاج و تخت تو به کسی خواهد رسید که نامش آفریدون است، لیکن هنوز زاده نشده است. ولی چون از مادر زاده شود و به مردی رسد خواهد که به شاهی رسد. پس بر تو بشورد و با گرز پولادین گاو نشان بر سرت کوبد و تو را بند کرده از کاخت به بیرون برد. ضحاک که این سخنان را بشنید او را پرسید: او از چه روی مرا بند خواهد کرد و کینه‌اش با من از سر چیست؟ پس موبد به ضحاک گفت: تو اگر خردمند باشی دانی که کسی بیهوده بد نکند، او نیز چنین باشد.
چون پدرش به دست تو کشته گردد دلش پر از کینه تو شود و آن زمان که گاوی به نام پرمایه که او را چون دایه‌ای باشد نیز به دست تو کشته گردد بدین کینه گرز گاوسار را خواهد کشید. با شنیدن این سخنان ضحاک از هوش برفت و از تخت به زیر افتاد. چون به هوش آمد باز بر تخت نشست، لیک دیگر او را آرامش و خواب و خردی نبود و روز روشن بر او تیره گشته بود. پس تمامی توان خود را از برای یافتن فریدون در گیتی به کار گرفت.